قانون منع استفاده ریفولا در ایران ترس از حامله‌داری ناخواسته و اوج گرفتن بازار سیاهی دارو را برانگیخت. بر اساس قانون حکومت دیگر برای خرید وسایل پیشگیری از بارداری کمک نمی کند. بیزوریات کردن هم ممنوع شد. من سالهاست از داروی ضد بارداری استفاده میکنم به خاطر بیماری هورمونی که دارم. امروز این چهارمین داروخانه است اومدم که این دارو رو تهیه کنم. به من گفتن که این دارو نیست، نایاب شده، اصلا نبودش. تو چند داروخانه رفتم نبود. بعد علت پرسیدم که چی شده که تو هیچ داروخانه پیدا نمیشه. گفتم بله دستور اومده که این دارو باید جمع آوری بشه به خاطر افزایش جمعیت. مردم دیگر به داروخط طبیب وسایل پیشگیری از بارداری را خریدن نمی توانند. اکنون باید تمام پول وسایل را خودشان بپردازند. چرا میان از توی داروخونه ها وسایل جلوگیری از بارداری رو جمع میکنن که مثلا جمعیتشون زیاد بشه؟ خب مردم میرن نیازاشون رو یه جوری برطرف میکنن، میرن پیدا میکنن. الان ببینید من رفتم مثلا الان اومدن این دوتا رو که من تحویل دادن. این کسایی که بالاخره اینا رو میارن از آنلاین شاپ های خارج از کشور، از نمیدونم قاچاق، از هر جایی میان اینا رو به هر حال به دست مردم میرسونن دیگه. ولی خب من الان از کجا بدونم این کیفیتاش چطوریه؟ قانون برای عائله‌ها امتیازهای نو داده است، از جمله بیمه طبی برای مادرانی که کار نمی‌کنند. با آنهایی که فرزندی سوم می‌آورند 200 متر مربع زمین وعده دادند. اما یک جفت جوان چندان خوشحال نیست. من نوعی که نمیخوام بچه دار بشم، من و خانومم که تصمیم گرفتیم بچه دار نشیم. شما که به زور نمیتونید ببخشید ما رو ماشین جوجه کشی کنید. شما اومدید فرضاً تو طرح نوشتی که لوازم پیشگیری از بارداری ممنوع. کاندوم نیارین تو بازار، از راه قاچاق وارد میشه. 2 برابر 3 برابر قیمت مردم باید پولشو بدن. نمیدونم فرضاً شما فرض کن همین الان ما نزدیک 300,000 تا 400,000 تا سخت غیر قانونی تو کشور داریم. اگه این لوازم نیاد این مورد هم افزایش پیدا میکنه. خیلی از زوجای جوان میرن الان دنبال سخت جنین. اگه من خودم بخوام خب بچه دار میشم اگه شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه رو طوری ببینم که یه بچه شرایط خوبی داره در آینده. بچه دار میشم. ولی تو نمیتونی به زور بیای بگی که بچه دار بشین فقط به خاطر افزایش جمعیت. قانون را ماه اکتبر قبول کردند و رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای از آن حمایت کرد. ایران 84 میلیون نفر اهالی دارد و افزایششان از 10 تا 15 سال دیگر به صفر میرسد. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل یکی از اون وظایف مهم و اساسی است. مسعود مردانی عضو شورای مبارزه با HIV ایدز میگوید قانون سبب افزایش بیماری‌های صورتی جنسی می‌شود. ممکنه حتی آمار ایدز بره بالا. 1000 تا دردسر دیگه داره. سر چی؟ سر این که می‌خوایم 4 تا جمعیت رو اضافه کنیم با به میل آقایون باشه. اکثریت قانون را دخالت به زندگی خصوصی مردم می‌دانند. سازمان دیدبان حقوق بشر خواست که ایران فوراً از این قانون دست بکشد. سازمان گفت قانون نو صحتی و جان زنان را در خطر می‌گذارد.